سخت در اشتباهی اگه فکر میکنی زنبورا مثل آب خوردن عسل تولید میکنن. شک ندارم که این ویدیو حیرت زدت میکنه. طبق تحقیقات و مستندات جدید، زنبورهای کارگر در طول زندگیشون فقط 1/12 قاشق چایخوری عسل تولید میکنن. شاید باورت نشه، ولی فقط برای تولید نیم کیلو عسل یک کلونی زنبور باید حدوداً 88,000 کیلومتر پرواز کنه و از 2 میلیون گل شهد جمع کنه. این یعنی 97 بار از تهران پاشی بری مشهد و برگردی. تصور کن چه زحمتی پشت هر قطره عسله. ناگفته نماند که بدون گرد افشانی زنبورا خیلی از گیاهان نابود میشن و نمیتونن به درستی رشد کنن و این تأثیر جدی و ترسناکی میتونه روی زنجیره غذایی ما انسانها و محیط زیست داشته باشه. حالا که اینو میدونی، به نظرت این تلاش‌های زنبورها ارزشمند نیست؟ نظرت رو توی کامنت ها بهم بگو و این ویدیو رو به اشتراک بذار تا همه آگاه بشن.